چند جور بلبل داریم. خیلی سریع بگم اگر ندونی جالبه برای اونایی که الان نمیدونن. هر بلبلی که تخم میذاره 5 تا 6 تا تخم میذاره، همه تخماش بلبل نمیشه، یه دونش بلبل میشه، باقیشون میشه سهره. سهره فقط سر میکنه، چهچه نمیزنه. از همه بلبلا هم که چهچه میزنن، از تعداد خیلی زیادشون یکیشون میشه هزار دستان. هزار دستان هیچ وقت چهچه هاش تکرار نمیشه. من توی همین لس آنجلس توی خونه تو راسکو بولوارد ضبط صوت گذاشتم با دور یواش و یه چیزی مثل 14 ساعت ضبط کردم. از این 14 ساعت 2-3 ساعتش رو بلبله میخونده، یک دونه شبیه همون یکی نبوده. اینا هزار دستانه. بلبلای دیگه پترن میخونن 7-8 تا، باز برمیگردن اولی رو میخونن یا نامرتب میخونن ولی همون 7-8 تا رو فقط میخونن. هزار دستان هیچ وقت خودش رو تکرار نمیکنه در تمام عمرش. عید بهار اینا میان بیرون و اینا میخونن.